سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به قسمت دهم از آموزش انگلیسی از پایه. Present Continuous رو داریم. چی هست و چه کاربردی داره؟ اول از همه که بگم من کی هستم. Who am I? My name is Mohammad Reza. I started English when I was 13 and I've been teaching for 2 years now. من 2 ساله که دارم تدریس میکنم و از 13 سالگی با انگلیسی آشنا شدم. ویدیو رو شروع کنیم. Present Continuous اگه هنوز نمیدونید چیه و دقیقاً کی استفاده میشه، این ویدیو رو با من همراه باش. بدون این زمان شما توی مکالماتتون به مشکل میخورین. Present Continuous به معنی حال استمراری هست. همین الان داری چی کار میکنی؟ چه زمانی ازش استفاده میشه؟ باید اول مثال ببینیم. با این مثالا شاید خودتون متوجه بشین که دقیقاً کی ازش استفاده میشه. توی آموزش معمولا رویکرد اساتید درست و حسابی و خوب اینه که اول دانش آموز با یک سری مثال ها آشنا بشه تا خودش متوجه بشه که داستان چیه. کتاب های درسی هم همین کار رو میکنن. Examples: I'm making video for YouTube right now. من همین الان دارم برای یوتیوب ویدیو میسازم. We're working on a new project these days. این روزا داریم روی پروژه جدیدی کار میکنیم. I'm meeting my friends tomorrow. فردا قرار دوستام رو ببینم. این سه تا مثال رو ببینید. بریم عمیق تر شیم توش. از امیز آر و ing استفاده شد. I am going to school. فعل go یه ing گرفت و شد going. دقت کنید تلفظ ing جی آخر تلفظ نمیشه. تو دماغی باید بگین I'm going to school. یعنی I'm going با گ آخر نیست. I'm going to school. You are watching a movie. He's doing his homework. She is playing guitar. They are eating dinner. We are working now. میتونیم با not اینا رو منفی کنیم. مثلا I'm not doing anything today. امروز کار خاصی انجام نمیدم. You're not doing your math homework. تو مشق ریاضیت رو انجام نمیدی. Math homework. She isn't working right now. الان کار نمیکنه. They aren't playing soccer today. اونا امروز فوتبال بازی نمیکنن. کاربرد اول present continuous برای گفتن فعالیتایی است که همین الان در حال انجام باشن. مثلا I'm studying English right now. یکی ازت میپرسه What are you doing؟ داری چیکار میکنی؟ دقت کنید. What are you doing؟ داری چیکار میکنی؟ و تو میگی I'm studying English right now. الان دارم درس میخونم. دارم انگلیسی میخونم. She's not working here today. اون خانم امروز اینجا کار نمیکنه. She's not working here today. Are they watching the game؟ آیا اونا بازی رو میبینن؟ Are they watching the game؟ کاربرد دوم present continuous فعالیتی است که این روزا موقتا انجام میدی. مثلا چی؟ I'm reading a novel these days. این روزا دارم یه رمان میخونم. John is traveling this week. این هفته جان مسافرته. Is traveling this week. اینجوری میگن. Are you taking piano lessons this month? این ماه پیانو یاد میگیری؟ کاربرد سومش کاراییه که برنامه ریزی انجام دادی تا در آینده انجام بدی. کاربرد سوم present continuous رو شما در سطوح ابتدایی زبان انگلیسی یاد نمیگیرین، بلکه توی B1 و B2 باهاش آشنا میشین. ما از present continuous برای آینده هم میتونیم استفاده کنیم. My family and I are going to Tehran tomorrow. My family and I are going to Tehran tomorrow. فردا آینده است، اما از present continuous استفاده میشه چون ما برنامه ریزی کردیم. Daniel is going to the game tonight. دانیل امشب میره بازی رو ببینه یا میره بازی کنه. I'm meeting my friends this evening. من دوستامو این عصر میبینم. I'm meeting my friends this evening. برنامه ریختم، برنامه ریزی شده. هرچند آینده است من از present continuous استفاده میکنم. میشه با جابجا کردن امیز آر در جمله ها سوال هایی با جواب کوتاه پرسید. سوال های yes and no.
مثلا Are you studying enough? Are you studying enough؟ به اندازه کافی درس میخونی؟ Are you؟ به جای you are you؟ Yes I am. No I'm not. می‌بینید yes or no questionه. با کلماتی هم مثل what, why, where و how میشه سوال ساخت. اینو داشتیم قبلا. مثلا What are you doing tonight؟ امشب چی کاره ای؟ برنامه چیه؟ What are you doing tonight؟ اگه برای he و she بود هم از is استفاده میکنیم. Why are you reading this book؟ چرا داری این کتابو میخونی؟ Why are you reading this book؟ Where are you going؟ کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ Where are you going؟ How are you doing it؟ چطوری این کارو داری انجام میدی؟ مثلا یکی داری یه کار سختی رو انجام میده، تو ازش میپرسی How are you doing it؟ چطوری داری اینو انجام میدی؟ چطوری این کار میکنی؟ به پایان این درس رسیدیم. من سعی کردم این درس رو خیلی خلاصه نگه دارم و کلا روی ویدیوهای فیسلس ظاهرا قراره جلو بریم. اگر به محتوای زبان انگلیسی علاقه‌مندین و یا میخواید بدونید چطوری میشه یک زبانی رو یاد گرفت، حتما به کانال من سر بزنید. توش ویدیوهای منظم و توی یک پلیلیست خاص قرار داده شده برای اینکه شما بدونید چطوری یک زبان رو باید یاد بگیرید. روی سوالات و مشکلات و ارورهای زبان آموزا تمرکز کردیم توی ویدیوها و این ویدیو رو بیشتر از این طولانی نکنم. من محمد رضا هستم و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.